салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 19. سرنوشتی تلخ. صیاد راه می پیمود و سر قسمت افغانستان اندیشه می راند. عجیب آن بود که تا چند سرعت قدمانیش را می افزود، همان اندازه خاطره هایش، خوانده و شنیده هایش درباره این ملک همشفت وطنش تیزتونتر از پیش نظرش می گذشت. گویا یک نوک ناقلی دستگاه خاطره سنج به مروت چرخی سرعت سنج جسم او نصب گردیده بود. وی پاره را از کتاب افغانستان عالم و مورخ افغان محمد علی به یاد آورد که قبل از سفر یکم خویش به این ملک برای آشنایی مطالعه کرده بود. نشیبی های کوههای پغمان را در رههای سرشمار بریده گذاشتند که از آنها آبهای زلال جویهای پرتلاطم جاری می شوند. در دره ها بسیار درختان توت می سبزند. همه جایهای قلعه را در اینجا باغ و تاگزارها اشغال کردند. کوه دامن در واقع یکی از موضعهای زیبای و سردال و درخت افغانستان است. در بهاران سیر چمنستان اطراف کنار انهار و مرغزاران گلپوش و چشمساران مصفایش حسن به حسن افزوده قلب کس را فرحشار و هوای معطر آن طبع را چاق کرده. سرودی دلنوازی مهنتکش خوشحال که از میدان و باغ‌ها به گوش می رسد خاطر کس را به غایت خوش می گرداند. از نشیبی های کوه‌ها و قدقد روی‌ها هر جا عمارت های زیبای دیهه ها به نظر می رسند. اکثر میوه های خوش‌طعم افغان که شهرت مملکت را در جهان بلند کردند محض در همین جا می رویند. در ماه نوامبر وادی پیراهن زرینی تیرما را ببر نموده پرده تومنهای شفاف را برو می کشد. منظره تیرما از منظره بهار به کلی فرق می کند، زیرا در این موسم سال غنچین میوه‌جات به انجام رسیده. کاروان اتومبیل های باری و خرهای میوه بار کردگی سوی شهر روانه می شوند و دکان ها از زمین تا خود شیفت با میوه های خوش‌طعم پر می شوند. صیاد را دوره اول در مرحله دوم انقلاب ثور زمانی به این ملک به خدمت فرستاده بودند که از وارد شدن قوه‌های محدود اتحاد شوروی به این سرزمین همگی 2-3 ماه سپری شده بود. جنگ‌های مدهش در کابل و اطراف آن دوام داشت. پس از 1 سال او را به ضرورت کاری به کوهدامن پغمان فرستادند. طی ماهی که آنجا ماند و معلومات ضروری جمع آوری نمود، با چشم خود دید که اکثر آن باغ و تاگزارها به خرابزار تبدیل گشته و به جای سرود دلکش آن زحمتکش خوشحال صدای مدهش اتومات و پولمیات گاه از قعر دره ها و گه از بر یاله ها با ترکش های پیهم شنیده می شد و به اطراف دهشت می افکند. اکثر آن خانه های زیبای دیه ها آتش گرفته و به جای قطار ماشین های پرمیوه و حاصل کشان ماشین و زره پوش های جنگی خاکباد راه ولنگار شده را به آسمان برداشته می گذشتند. چه سرنوشتی تلخ نصیب خلق بیچاره این سرزمین گشته است. با وجود آن که حدود این دولت از فرانسه و انگلیا و گرمانیای پیش از جنگی بر این دولت‌های معروف کلانتر و وسیع‌تر است، اقلیمی برای کشت و زراعت، باغداری و چارواداری موافق، ذخیره‌های طبیعی فراوان گاز و نفت و ده‌ها نمود معدن‌های قیمت بها دارد و مقدار اهالیش نزدیک به 40 میلیون رسیده است که زیاده از 60% قوه‌های قابل کاری اند و اکثریت را جوانان تشکیل می‌دهند. چرا این دولت پیشرفته و این سرزمینی دارای تمدن نهایت قدیمی که سیاح معروف چین سیوان سیزن هنگام سفر خود به هندوستان هنوز در ابتدای عصر هفتم در خرسنگ‌های بزرگ مجسمه عظیمی بودا را در بامیان دیده انگشت حیرت گزیده بود؟ انگشت نمای عالمیان نباشد؟
یا بدبختی خلق افغانستان در اقلیم مساعد و بایگری‌های هنوز در قعر زمین نهان اوست که دولت‌های ابرقدرت به آن چشم علا کردند. آخر به قول متخصص امریکایی اوینگ که هنوز در ابتدای قرن 20 تحقیقات گذرانیده بود، ذخیره‌های طبیعی افغانستان بی‌آخر بوده. تنها ذخیره انگشتش احتیاجاتی به سوزشواری داشته این مملکت را 1333 سال تأمین کرده می توانسته است. زمان دولت ابرقدرت جهان انگلیا هم بیهوده از مسافه هزارها کیلومتر پای بر این سرزمین ننهاده بود. انگلیا با مقصد خلق سرزمین افغان را متگردانیدن بین افغانستان و سینگ‌های هندوستان در ابتدای عصر 19 اغوا انگیخت. در نتیجه سینگ‌های هندوستان، پشاور و ولایت‌های اطراف آن را که تابع افغانستان بودند صاحب شده دولت ساختند. ولی بعد از بین رفتن دولتی بی پایه سینگ‌ها، انگلیس‌ها همچون میراثخور آن حدودها را ضبط نمودند. بعدتر انگلیا خط سرحدات این منطقه را به طور خود ترتیب داد که به نام خط دیوراند در تاریخ همچون حکم ناعادلانه چون تبر تقسیم حدودهای آسیای میانه بعد از انقلاب اکتبر معلوم است. بر اثر خط دیوراندی انگلیس‌ها از زیر اطاعت افغانستان حدودی برآورده شد که در آن زیاده از 1 میلیون جوانان سن و سالی با سربازی موافق زندگی می‌کردند. این را البته انگلیا با مقصد معین برای ضعیف گردانیدن قوه نظامی این مملکت کرده بود. با وجود این، هرچند که ولایت بلوچستان را به قسمت انگلیسی هندوستان همراه نموده و به این واسطه مملکت را از راه بحری محروم ساخته، مانع تجارت خارجی کشور گردیده و اقتصادیات خلق افغان ضربه سخت رساند و بارها با اغواها راهبران این ملک را سرنگون کرد. ولی انگلیا موفق نگردید که دولت سرملت را که در حدود آن پشتوها و تاجیکان، ازبکان و هزارها، بلوچها و نورستانیان، ترکمنهای و کوچیها و دیگر قوم و قبایل زیاد تحت یک نام خلق افغان و دولت افغانستان عصرها دوستانه عمر به سر میبرند به مستملکه خود تبدیل داده تواند. غروری گدابچه سیاد تأکید مؤرخ و اقتصاددان افغانستان محمد علی را به یاد آورد. خلق افغان می تواند به کلفت‌های شخصی و یا بی بی‌ضاعتی پرصبرانه طاقت کند، اما هیچ چیز او را مجبور کردن نمی تواند که به حکمرانی خارجیان سر تعظیم فرود آرد. او را نه به زوری متگردانیدن ممکن است، نه با خوشی تابع. هیچ چیز او را مجبور کردن نمی تواند که از محبت به استقلالیت، یعنی از خصلت سرنوشتی خود دست بکشد. پیش روی سیاد منظره عجیبی پدید آمد. سال 1980 کابل، تابستان گرم، پهلوی راه پر از خاک، در سایه دیوار باغ بابور، پسر بچه 8 ساله یا 9 ساله روی دستانش پر از معرض خاریشک با کرتچه دریده و ازارچه چرکی نشسته از راهگذران با دست دراز نمودهش صدقه می طلبید. راهگذرها احیان به پیشش 1 روپیه، نیم روپیگی تنگه می پرداختند. پسر بچه با ممنونیت سراسیمه تنگه ها را به جیب پیراهن چیرکین و رخرخ دریده دامن درازش می گذاشت و خیلی شنوا سرود ملی افغانستان را با زبان پشتو زمزمه می کرد و برابر نزدیک شدن راهگذر نوبتی با زبان تاجیکی صاحب خیر کنین گویان دست دراز می نمود. سیاد از لحن خوانش کودک حس نمود که وی پشتو زبان نیست. بنابراین با پسر بچه نزدیک شده پرسید: تو تاجیک هستی یا پشتون؟ نمیبینی؟ تاجیک هستم دیگه. مثل که به عزت نفسش رسیده باشن با ضربت جواب داد پسر بچه: خیر، افغانستان به تو چی داد که اینقدر وصفش میکنی؟ با این حال افغانستان وطن است، با چی بوده؟
با عقل کودکانش اعتراض کرد گدابچه. صیاد با تبسم به پسر بچه 10 افغانی کاغذی دراز کرد و با لفظ خودی آنها شاباز شاباز گویان تأکید مورخ افغان محمد علی را پیش رو آورد. خلق این سرزمین با استعداد، جسور، خوش عقل، مهمان دوست است. حس افتخار ملی مردم این سرزمین خیلی قوی است. آنها در واقع این حسیات را از شیر مادر میگیرند و هیچ چیز آنها را از آزادی دوستی که خصلت نمایان ترینشان می باشد گردانیده نمی تواند. این خلق روحی مطیعیت ندارد. در دل اقرار کرد صیاد. و از چی باشد که غرور این گدابچه افغانستانی خاطرهش را به سوی پسر بچه های جلهندی افریقایی کشید و آن لحظه منظره برایش جالب پیش رو آمد که 10 سال قبل هنگام اجرای خدمت عسکری در فلات حربی بحری اقیانوس آرام در بندر شهر بربری دولت سامری شاهدی حال گردیده بود. آره، گدابچه ملک افغان از آن جلهندیکان بربری افریقا که هنگام به بندر نزدیک شدن کشتی کوهپیکر دسانتی شوروی چون انبوهی مگس ها به سوی توده پرداو جای هجوم کرده به خاطر هرچی بیشتر به دست آوردن غنیمت قوطی های نیم خورده گوشت سرقوطی مانده دم پس شده و شرقیام را که از کشتی می پرتافتند خنجال بروی موی یکدیگر می زدند فرق می کرد. بله، گدابچه ملک افغان غرور داشت و حس بلند وطنداری. پلیس شتر سوار. صیاد پس از ملاقات روز را تا فرا رسیدن تاریکی در کلبچه نزدی سرحدی شتر سوار گذرانید. پس از تناول طعام گفتی رهش برآمده باشد هم خستگی در چهرهش حس کرده می شد. از بیخوابی چشمان سرخ شدهش به قول مرغک می رفتند. شتر سوار این حالت او را دیده به ساعتی دستیش نگریسته گفت تو حالا برای کمی استراحت کردن فرصت داری، بهترش خواب رو، زیرا این شب هم شاید امکان خواب رفتن را نیابی. در پیش سفری پرتشویش. من در را قلف زده می روم، پس از شام بر می گردم. از یک دکاندار شناس خواهش کرده بودم که اشیا و انجام سفری تو را تیار کند. همان را گرفتن در کار. صیاد از تأکید شتر سوار در خصوص گرفتن اشیا و انجام سفریش چیزی را نفهمید. برابر این پرسیدنی بود که چگونه اشیا و انجام. آخر از نشانداد دستورالعمل بیرون با خود یک خس هم زیاد گرفتن ممکن نیست که اشیا و انجامش باشد در بار خلطه سفریش. ولی تأکید پلکونیک به یادش آمد راه و روشی بعدی تو را شتر سوار معین می کند. به وی سوال نده، با شیوه کابولی همراهش که بیزن. ناراضیانه گفته های دانچنکو را باری دیگر از دل گذرانید صیاد. بعد از خانه برآمدن شتر سوار وی قامتی بلند و چهره زیبای او را پیش رو آورده به فکر افتاد. این جوان مرد خوشقد و بس خوش سیما هرچند با شیوه فارسی تهران خیلی خوب گپ میزند، به گمان ایرانی یا افغان تبار باشد. سیمایش بیشتر به گرجی های و آذری های شوروی حتی به مردم کرد شباهت دارد. البته گپ در سیما هم نیست، زیرا انسان های شبیه دیگر قوم و قبایل در مناطق گوناگون جهان کم نیستند. آخر در اصل ما همه نبیرگان یک بابا هستیم که ولی موی سیاهی سر و ریش و موی لب‌های بزیب را رنگی حلوایی زدن چه معنی داشته باشد؟ شاید رمز است، یا این هم از قبیل همان ایوان ها باشد. اگر همین طور باشد معلوم می شود که به این ایوان ها یک قدم هم رفتن نمی شده است. در فکر صیاد باز چگونه و چراهای زیاد پیدا شدند، ولی گفتی را کارش را کرد. او را ناعیان غنب برد. اقربکی ساعت از 9 شب گذشته بود. صیاد در کلبچه فقیرانه شتر سوار بی‌طاقتی می کرد.
چرا دیر کرد؟ گویا اشیای و انجام سفری مرا می آورده است. وای باز چگونه اشیای و انجام باشد؟ گاه گمان بد هم در دلش راه می یافت. خیالش را صدای گشاده شوی قلف دری درآمد به جایش آورد. صیاد هنوز فرصت از جای خیستن نیافته در رو برویش کارمندی پلیسیا حاضر شد. برابر سری پا کردن چشم صیادی روی راحت کرسی نشستگی با تفنگچه در قسمت پیش کمربند پلیس آویزان بوده افتاد. وی دیگر بروی پلیس نگاه نکرده در یک مژه زدن بر قاسا از مینه اش گذراند. اگر سلاحش را گرفته نشود نیچه زهر در نوک آستین چپ. صیاد از تفنگچه چشم نکنده یک باره جهیده خیستن می‌خواست، ولی صدای آشنا عزم او را دیگر کرد. به چهره پلیس نگریست. در رو برویش شتر سواری دیو پیکر ایستاده بود. عصب‌های کشش خورده‌اش ملایم تر شدند، ولی اکنون دل در قفس سینه بازی میکرد و حرکت نبض در گوشهایش گوپ گوپ صدا میداد. رفتیم، وقت تنگ است، گفت پلیس و هر دو از خانه‌چه سراسیمه برآمدند. پلیس به پس چنبرک سبکروی خدمتی نشسته به صیاد اشاره نمود که به کرسی خفا نشیند. وی در ماشین انا اشیا و انجام سفر شما هم تیار گویان 3 بنچه دلار امریکایی را به سوی صیاد دراز کرده تأکید نمود که به گفته‌هایش با دقت گوش دهد. تا سرحد دولت دیگر در 3 نقطه نظارتی همه مسافران سواری را از سنجش می‌گذرانند. این دولت همسایه سفر مستقلانه شهروندان افغانستان را به واسطه حدود خود به دولت‌های دیگر چندان خوش ندارد، صرف نظر از آن که شناسنامه خارجی و رخصتی رفت و آمد هم داشته باشند. بنابراین پیش از آغاز هر سنجش $1000 را در بارخلطه گذاشتن لازم. ناظر هنگام سنجش داخلی بارخلطه آن را پیدا نموده سوال‌آمیز به تو می نگرد. با اشاره سر می فهمانی که این حق حلال وی است. دیگر کسی از تو سند نمی پرسد. ولی در سرحد هنگام از گمرک گذشتن وضعیت دیگر است. در بارخلطه سفری باید $5000 باشد. سرویس بس اتوبوسی که پس از نیم ساعت تو با آن براه می برایی اندک بر وقت تر به سرحد می رسد. تا ساعت 8 تا وقتی عوض شوی کارمندان بس شبانه به گمرک نزدیک نشو. بهترش در ایستگاه نقلیات یگان چای یا قهوه نوشیده گفتی راه را برار. پس از تبدیل یافتن ناظران از گذرگاه دویم باید گذری. در خاطر دار ناظر گذرگاه دویم مردی ریزجوسه چالاک از قبیله سینگ‌های هندو بوده. جرند سینگ نام دارد. تو این طایفه را که سلکلتاهای خاص خود را به عباره خودشان لنگی دارند و ریشهایشان بارسن و زیر منت تاب داده به لنگی هایشان پیوست شده است در کابل بسیار دیده ای. از نصف زیاد تجارت کابل در دست همین سینگ های هندوست که اصلی وطنشان پنجاب می باشد. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 19